مادر بچه هات الان یه پسرت گفتی چی شده؟ پسر یه دونه پسر دارم. شهید شده؟ پسرم اون که هیچی، اون که دیگه رفت و واسه جنگ نصیحتم کرد که اگر مادرم نیستی که بری حضور اینا بدی حقوق بده. منم همون کارو کردم. پسر شهیده و هیچ وقتم نمیگم هستم در راه خود وطن رفت، اما خیلی پسن، خیلی بیشرفن. بیان منو بکشن، جز کشتنه زندگی یه 24 سال بیان تو این باغ زندگی کنم. من 80 سال عمرم اینجا گذاشتم، گربه شده که کار کردم، درخت پای درخت باز کردم، آب خریدم. الان تو این باغه که زندگی میکنی، تو این باغه الان چند نفر تو این باغه؟ خدا تنها آمدن اختار دادن خالی کن، سکت مغزی زد مردن 9 ماه. الان آب و برق و اینا هم هیچی نداری، کنترل باز کردن؟ کدوم آب کدوم برق؟ از اون پادگان میرفتم 40 سال پیش آب بیارم، اون پادگان بود قبلا. تو اتوبان رفتم زیر ماشین که هنو پام رنگه. کدوم دولت؟ بیان منو تیکه تیکه کنن، خودم هم ساداتم. اما امان که اینا دین اسلام از بین بردن. مسلمانی را الان به هر کی بگیری که مسلمان میگم کدام مسلمان؟